سلام به دوستان. به واپسین شماره از فصل دوم پادپخش روسا در راه رسیدیم. در 32مین نمرمون صرفاً روزانه‌های 13 مرداد 65 و 22 مرداد 65 رو میخونم که سرجم 5 خط بیشتر نیست. اونجا مسکوب چیزی میگه و سر وقت دغدغه‌ای میره که ما رو برد به سراغ یکی از تکنیگاری‌هاش که گویا کشتی شکسته بوده از شدت غم و به مستی پناه برده و پریشان زدگی غماگین و راستی برخواسته از مستی توأمان باعث شده خیلی حرفا رو بگه که آدمیزاد تو حالت معمول شاید تعریفشون نکنه و ما با وجوه دیگه از زندگی مسکوب آشنا میشیم، هرچند پراکنده و خواب زده، چون کشتی بیلنگر که کج میشه و مج میشه. 4 اگوست 1986 برابر با 13 مرداد 1365. ترس از مرگ زندگانی رو تباه میکنه. آدم ترسو رو تو زندگی به طرف مرگ به اسیری میبرن. اما آگاهی به مرگ چیز دیگریه. شدت زیستن رو بیشتر میکنه و سبب میشه که آدم مرگ آگاه هر لحظه رو شدیدتر علیرغم مرگ زندگی کنه. سیزده اگوست 1986 برابر با 22 مرداد 1365. هوشنگ مافی مرد. امروز شنیدم که 2 ماه پیش مرد. همه این سالهای اخیر نگران زندگی او و علی بودم. او که رفت، نمیدونم دیدار با علی هم به قیامت خواهد افتاد. متنی که راجع به هوشنگ مافی میخونم بخشی از کتاب خواب و خاموشی شاهرخ مسکوب هست که انتشارات دفتر خاک در لندن منتشر کرده. این بخش تحت عنوان به یاد رفتگان و دوستداران ثبت شده که بخش اولش مربوط به هوشنگ مافی هست و در ابتداش نوشته شده که این نوشته نخستین بار در جنگ دبیره در پاییز 1366 در پاریس چاپ شده است. دیروز شنیدم که هوشنگ 2 ماه پیش مرد. تمام دیشب به یاد اون بودم. تو تنهایی یه فیلم پرماجرای امریکایی رو تو تلویزیون نگاه کردم. شراب زیادی خوردم، سنگین‌تر از سنگ شدم و افتادم.
یاد هوشنگ با افجه و سینک، با دره لواسون و کوهگردی روزهای جمعه، سالهای سال. یاد او با کوه و دره و سنگ و آب توأم، دره لطیان و بهار دامنه افجه، اولای اردیبهشت و مست شدن از سبزه و مستی پرنده های بیتا و پرحرف. تو این فصل پرنده ها زبون به دهن نمیگیرن و روی هیچ شاخه قرار ندارن و تراوت بوی علف نشعه عجیبی داره. هوشنگ احمق، چرا مردی؟ احمق به همون ترتیب که همیشه در حق تو میگفتیم، به صدای بلند و با تکیه بر هجای اول و میم غلیظ. رفیق الواتی اولین سالهای بعد از زندان، شبای شکوفه نو بعد از شب و روز قزل قلعه، عرق خوری‌های تا خرخره و مستی‌های شنگول و آزاد توی دکه‌های شاه‌آباد و نادری و بعدا بالا شهر، خیابون نادرشاه، عرق فیروزه و کباب و گوش دادن به گفتگوی میزای بغلی، تفسیر کردن حرفا و خندیدن به ریش دنیا. آخر کار قطع بود که مردی. مرگت هم مثل زندگیت، مثل کارهای دیگت احمقانه بود. هیچ کس به خوبی تو شبای برفی تو مستی با شاش اسم من روی برف نمیتونست بنویسه. زیپ شلوار رو میکشیدی و با خط جلی درشت مینوشتی شاروخ مسکوب و بعدم میگفتی خاک بر سرت کنن، این ذکر از اون قلم خوشخط‌تره، همین میارزه به کل هیکلت. با چه لاف و گزافی داد سخن میدادی که این ذکر مذکره و افتخاراتشو به رخ ما میکشیدی. تو بمیری به موت قسم، بعد مصب عین چوبه. وقتی هم که میگفتم پس چوبیه مصنوعیه، میگفتی امتحانش مجانیه، زیادی حرف بزنی باهاش چنا میکوبم به فرق سرت که کمرت تا بشه، عصبانیم نکنا. چه کار احمقانه‌ای کردی که مردی. واقعا احمقانه بود. نمیدونم حالا مهین چه میکنه. لابد بازم زور میاره به نماز و روزه و یه بار دیگه هم حاجی میشه. از این حاجی خانم یاد آبجی خانم هدایت میافتم. خدا کنه خواهر تو عاقبت بهتری داشته باشه. چه خوب که تشکیل کانون مقدس خانواده ندادی. میگفتی دیر شده، خوشم نمیاد بچه‌ام که قسم میخورن عوض جون بابام بگن به ارواح خاک بابام. لابد از من دلخوری که این سالهای آخر خبری از تو نگرفتم. خودم هم از خودم دلخورم. میدونم که میگی آره ارواح شیکمت، کونتو گرفتی و در رفتی پشت سرت هم نگاه نکردی. حالا هم که دیگه دیر شده، خیلی دیر شده. کجا رفتی امیگو؟ میدونی چرا یاد اسپانیا افتادم؟ برای اینکه دنیا یعنی کشور گل و بلبل برای تو میدون گاوبازی بود. تو هم همون گاو شرور و پررو که یه مش گاوواز خنجر به دست دورت کرده بودن. ضربه ها رو میزدن و تو رو قصی میکشتنت تا آخر از نفس انداختنت. 12-13 سال، نه بیشتر، 15 سال پیش سکته کرده بودی و از رو نمیرفتی. میدونستم آخر اینطوری میشه. همش نگران بودم و از این اون حالتو میپرسیدم. میدونم که میگی بی شرف، مگه خودم مرده بودم که از این اون میپرسیدی. راست میگی، ولی حالا ول کن، بذار حرفمو بزنم. بالاخره دیروز از احمد شنیدم. نمیدونست که من نمیدونم. بی هوا پروند. از خبرهایی که خیلی ناراحتم کرد مرگ هوشنگ بود. من گفتم هوشنگ مرد؟ مگه نمیدونستی؟ گفتم عجب. بعد ماتم برد و بعد از 10 دقیقه از بهت در اومدم و کم کم حس کردم که تو دیگه تو تهران پارس نیستی و دیگه با ماشین به تیر چراغ برق نمیزنی تا خسرو داد بزنه هوشنگ احمق، کورم که هستی حروم زاده. میدونی که مرگ همیشه منو غافلگیر میکنه.
حتی وقتی که منتظرش باشم. تازه دارم مجسم میکنم که نبودن تو یعنی چی. یکی مرغ بر کوه بنشست و خواست. تو گویی که هرگز چیزی و کسی به اسم هوشنگ وجود نداشته. با اون نبود که میرفتیم عمامه و اوشان و فشم. با اون نبود که میرفتیم زرده بند کنار رودخونه پای درخت قزلالا میخوردیم با ودکای توی پپسی. و با اون نبود که دوست داشتن کوه یاد گرفتیم. ما با هم عشق به کوه تجربه کردیم و دلمون براش تنگ میشد. حالا دیگه کوه بی کوه. منم کافه نشین شدم. 2 پیرزن امریکایی رسیدن. گارسون به زبون بی زبونی میخواد ببینه که قهوه سیاه میخوان یا با شیر. اون یارو یادت هست که تو لندن با هم رفته بودین شام بخورین؟ بعد از سفارش غذا به پیش خدمت گفته بود فرنچ پوتیتوز هم بیار، خیلی زیاد. بعدم ترجمه پیش خدمت برنامه‌گزید انگلیسی رو دید، با اون لهجه که تو اداشو در می آوردی و نوشتنی نیست و فقط گفتنیه. دست پاچه از رو رفته توضیح داده بود که because I like it very very much. تو از این حرف الکی یه احمق دیگه چه خنده‌ای می‌کردی. باور کن جات خالیه. زنم اینجا نیست. امروز صبح با اون تلفنی صحبت میکردم. از راه دور فهمید دلخورم. اینقدر پرسید که آخرش گفتم دیروز یه خبر بد شنیدم. گفت هوشنگو میگی؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت از حسین. اون خبر مرگ تو رو از حسین شنیده بود. وقتی فهمید که میدونم به منم تسلیت گفت. ولی چه فایده؟ همیشه دو میومدی که خودم الواتو میخورم. مزخرف میگفتی. برعکس شد. نمیدونم چی کار کنم. گمان میکنم اگه روزی بتونم برگردم دیگه کسی نمونده باشه. شما که یکی یکی دارین پرواز میکنین به عالم بالا. مرغ روحتون از قفس میپره. میبینی ادبیاتم چه خوب شده؟ سرمه که سنگینه. کمی هم درد میکنه. ولی حالم فعلا از تو بهتره. تو یکی رو خوب حدس میزنم چرا به این روز افتادی. از بس هرس خوردی. هم از اون اوضاع و هم از این اوضاع. اینجام لااقل دوروبر من هر کی رو میبینم مریض ایرانه. منم سعی میکنم فکرشو نکنم. ولی کمتر موفق میشم. آدم چیزایی میشنوه که آتیش میگیره. آرزو میکنه که بمیره. گاهی سرم بی علتی گیج میره. مرگو حس میکنم که افتان و خیزان تو جمجمم میپلکه. مثل مستا یا بچه های نوپا. هنوز نتونسته خودشو جمع و جور کنه. سر پا بایسته و بالهاش رو بگستره. فعلا داره موریانه‌وار بی شتاب و خستگی میجوه. سیلاب نیست. نما رطوبته که اندک اندک نشت میکنه. نسیم خفه‌ایه که از اعماق زمین میوزه. چه عقابیه. رو تخت سنگی اون بالای بالا نشسته و همه چیزو تو همه جا زیر نظر داره. از کرکس‌های فرتوت هم کارکشته تر و دوربین تره. تا یکی رو نشون میکنه صاعقه میزنه. اتفاق افتاده که ناگهان مثل تیر از بغل گوشم کمانه کنه و بعد از گذشتن بادش منو گرفته و لرزونده و انداخته باشه. اما به هر تقدیر آخر کار باید آرامشی وجود داشته باشه. آرامش مطلق اعصاب. رها شدن در عدم و در عین هیچی تمام جهان بودن. مرگ جاذبه عجیبی داره. ولی فعلا من نمیتونم اون طرفا بیام. همین جاها یه کارایی دارم. از این گذشته دخترم رضایت نمیده. تو مدرسه بچه‌ها بهش میگن که پدرت پیره. نگران مردن منه. گاه و بیگاه هم به زبون میاره. یه دفعه هم گفت که پدر اگه بمیری من چی کار کنم؟
توضیحات لازم داده شد ولی فایده نکرد. بچه ها نمیذارن. به هر حال عجله نکن، منم میرسم. تو کمی زودتر رفتی. اشکالت این بود که 3-4 تا بیماری ناسازگار تو هم داشتی. هوش، حساسیت، عصبانیت و غرور. از دست هوشت نجات نداشتی. زیادی اطراف تو میدیدی. به علت حساسیت رنج میبردی و داد میزدی و کوتاه نمی اومدی. از همون اولای کار افتادی وسط یه مشت دزد و فرومایه. تحملشون نمی کردی و تحملت نمی کردن. بعد از سالها توانایی زندگی کردن رو از دست دادی. از بس زخم پذیر شده بودی. برای همین آخرش چیزی نشدی. همون آقایی که بودی موندی. یه دماغ سوخته ناکام در علوم جنگی، در استراتژی و تاکتیک، در ترجمه که حواسش ولکن نبود، در کار اداری و کار آزاد، در زندگی خصوصی و اجتماعی. خسرت دنیا و الاخره. بدتر از همه در عشق. آخه مرد حسابی، آدمی که اینقدر به ریخت و قیافش مینازه باید هر دفعه به دنبال هر جنده مفلوکی توی هر باری سرک بکشه و به قول خودت در نشمه یابی تمام وقتش به شبگردی بگذره. گمان میکنم واقعا دندم میخوره. تقصیر توی که سکوت کردی، منم دور برداشتم. چقدر حرف میزنم. نگاه میخوام تلافی همه حرفای نگفته این چند ساله رو یه جا در بیارم. کاش که اینجا بودی. فرصت خوبیه. شهر خلوته، منم تنها هستم و میرفتیم لبی تر میکردیم و قدمی میزدیم. اونجا باید خیلی خلوت تر باشه. حتما حوصله آدم سر میره از فرط یه نواختی و سکوت و بیزمانی. نبودن زمان از تنهایی هم بدتره. زمان چیزها رو به وجود میاره، به اونا شکل میده و شکلشون رو میگیره و دگرگونشون میکنه. شدن و نیست شدن رو امکان پذیر میکنه. در بیزمانی چیزها از شدن و در نتیجه از بودن بی نصیب میمونن. بیزمانی برابر با عدمه. باید خیلی ملال آور باشه. در عدم حتی تنهایی و ملال هم نیست. راستی روزا رو چجوری میگذرونی؟ شب و روزت یکی شده؟ یادت هست اون روز که رفتیم پس قله به اون بالا نرسیده هر دو وا دادیم، زیر کپر قهوه خونه نشستیم و انار مفصل و به دلی خوردیم؟ اولای پاییز بود بگمان. آفتاب درخشندگی عجیبی داشت. همه چیز در نورش تراوت و جلا میگرفت. من که هنوز از اون آفتاب روشنم. البته نه همیشه. بعضی وقتا چنان تاریک میشم که انگار کنار تو هم. در همین جای تازه، در همین تاریکی و تنهایی پرملالت. وقتی پدرمو خاک کردن دور قبر نشسته بودیم، روزخون مرثیه و نوحه میخون و هر چند وقت یه بار خطاب به مرده دم میگرفت: ما بی تو چنینیم، تو بی ما چونی. مادرم که مرد تو رو زودتر از همه دیدم. من اصفهان بودم. ساعت 4 بعد از ظهر بود که رسیم دم خونه. هنوز پیاده نشده نیم رخ تو رو دیدم که داشتی میرفتی. وقتی رسیدم به قبرستون تو اونجا کنار قبر ایستاده بودی و سعی میکردی منو نگاه نکنی. حالا بگو ببینم، به قول خودت ما رو نمیبینی خوشی؟ یا بازم کفری هستی و اروتیز میکنی و ادای افسرهای نازی فیلم ها رو در میاری؟ این همه کتاب درباره جنگ میخوندی که چی؟ فون پاولوس و استالینگراد، آیزنهاور و نورماندی، خلبانهای جنگ اول، زندگی نامه ها و خاطرات. مثلا میخواستی فون کلاوزویتس بشی که بعد از مرگ گروبانها آثار تو امتحان بدن و جناب سرهنگ بشن؟ منظورم گروبانای این طرف هاست که بعضی از فیلسوفای بیکارش فون کلاوزویتس میخونن. شاید هم میخواستی مرحوم امیر بهادر جنگ بشی تا انتقام خون پدرتو بگیری که تو شهریور 20 کشته شد. شما بار و بنر جمع کردین و
از رضاییه راهی تهران شدین و 3-4 نفری زد و خورد با زندگی رو شروع کردین. چقدر سخته. مغز و استخون آدم تیر میکشه و هنوز نمرده از نفس میفته و پیش از مرگ مرده است. بمیرید پیش از آن که مرده شوید. حدیث نبویه. فرمایشی است که مخصوص عرفا صادر شده. پیش از اون که مرگ برسه و غالب تهی کنید، از حب دنیا بمیرید و رهاش کنید. من هیچ دلم نمیخواست عارف بودم و پیش از مرگ میمردم. همین دنیای دون رو متاسفانه بیشتر از ملکوت عالم علوی میپسندم. عاشق بیار این عجوزه 1000 دامادم. با وجود مرگ و میر عزیزان، با وجود 1000 محنت ناسازوار این مادر بی وفا، اتفاق میفته که حس کنم انگار از من خوشبخت‌تر کسی نیست. تو میدونی چقدر الکی خوشی و به عقیده تو ابلهم. امروز دلم گرفته. مثل خوابگرده تو شهر پرسه زدم. بی هدف و حتی بی مقصدی بیهوده میرفتم. فصل مخصوصیه. این شهر پرتب و تاب شلوغ ناگهان یه ماهی خالی میشه. آدما و ماشینا فرار میکنن. شهر نفسی میکشه و لم میده تا خستگی در کنه. کوچه ها و خیابون ها درازکش و درخت ها مثل اسب ها ایستاده میخوابن. منم در خواب خلوت کوچه های خاموش راه رفتم. وادی خاموشان که منزل آخر ماست یاد و هوشم رو تسخیر کرده بود. همون جایی که تو مثل ریگی توش افتادی. مثل یک کپه استعداد یاغی و گره خورده با اخلاقی خوشباطن و بدظاهر، گندم فروش جونما، روی هم رفته یه آدم خسته و از پا در اومده، با مشتی افسوس در دستهای خالی و نگاهی خشمگین و مغرور. خلاصه یه جلال الدین خوارزمشاه. پیش از ظهر یکی از روزهای اول پاییز بود. از افشه به سینک سرازیر می شدیم که صحبت خوارزمشاه پیش اومد. صحبت پوفیوزی پدر بود و مردانگی و سر نترس پسر. تو با پوزخند تمسخری گفتی آره تاریخ تکرار میشه و اشارت به من و پسرم بود. تو بستر رودخونه می رفتیم، پای من روی قلب سنگی لیز خورد و تو اضافه کردی باز حرف حق دست باچت کرد. من گفتم شیر را بچه همین ماند بدو. تو گفتی گرچه با آدمی بزرگ شود. گفتم حاضر جوابی از کی دزدیدی؟ گفتی حسن صدر مهمون یکی از اعیان شیراز بود. رجال شهر گوش تا گوش نشسته بودن. پسر صاحبخونه وارد اتاق شد. یکی از بادمجون درقابچی‌ها به جای معرفی با صدای قرایی همون مصرع شیر و بچه شیر رو خوند. و حسن صدر هم با طمطراق مصرع بعدی رو و نطق یارو رو کور کرد. حالا فهمیدی از کی؟ گفتم آره اما تره به تخمش میره حسنی به باباش. و تو گفتی از فضل پدر تو رو چه حاصل؟ تو از حسنی من خوشت میومد. وقتی میگفتم سوار کاره و شکارچی خوبیه و تو کوه و دشت دنبال شکار میدوه حظ میکردی. حالا ببین چند شب پیش چجوری مرگ رو تو خواب شکار کرد. آخر کار از سالن لخت و بزرگی انبار مانندی خالی با سقف کوتاه سر در آوردیم. کنار سالن تجیری پرده‌ای چیزی بود. دخترم پشت اون پنهان کرده بودم. انگار زنم هم بود. دیر تو دلم نبود چون ببر بنگال گرسنه بد اخلاقی تو پستوی پشت سالن مدام میغورید. پسرم وسط سالن ایستاده بود 10-12 ساله به نظر می اومد. بی هراس سر حال منتظر بود. آهوی نازکی شبیه غزالی خالدار و با نقش از دری به درون سالن خرامید تا از در دیگه‌ای بگریزه. ببر ناگهان از پستو تا بالای سقف بیرون جهید که پنجه‌هاشو تو گردن شکار فرو کنه. پسرم پاهای ببر رو تو هوا گرفت و از وسط جر داد. ببر کوچیک شد به اندازه روباه. با صورتی شبیه همون آهو و همچنان که از وسط به 2 نیم میشد لبخند از رو رفته میزد و سر می جنبود. مثل اینکه میخواست بگه میبینی چه دور زمونه ای شده؟
دخترم از پشت پاراوان بیرون اومده بود و تماشا میکرد. منم از وحشت بیدار شدم. هرچی باشه ببر شوخی بردار نیست تو هیچ حالتی، حتی تو خواب. حتی اگه 2 شقه شده باشه و به قناره دکان قصابی آویزون باشه. لابد میخوای حالشو بدونی. خوبه. و همون مردانگیه. ماه گذشته پیشش بودم. هنوز خبر مرگ تو رو به اون ندادم. خیلی پکر خواهد شد. پکری هم داره. از بس همه چیز زندگی عوضیه. از همون اول خلقت تو عوضی بود. تو باید دوست محمد خان، یار محمد خان، هر دو محمد خان می شدی، با تفنگچی و سوار زیر آفتاب بلوچستان تاخت و تاز می کردی و بالای سیبیل شاه ناغاره می زدی. با اتابک اعظم پالوده می خوردی و به سمسام السلطنه بختیاری و نظام السلطنه مافی متلک می پروندی. یا دست کم بعد کلونل محمد تقی خان پسیان می شدی. مثل اون چارشونه و بلند بالا، اروپا دیده و تحصیل کرده. یکی از اولین خلبان‌های ایرانی آلمانی بلغور می‌کردی و با یال و کوپال، چکمه و کلاه و عینک خلبانی به بال ابوطیاره تکیه می‌زدی و دست به کمر برای ثبت در تاریخ عکس می‌گرفتی. اگه آزادیخواه هم می‌شدی که دیگه چه بهتر. حیف که فقط در ساده‌لوحی سیاسی مثل همدیگر بودی. به تو بیشتر می‌اومد که جای اون شادروان باشی تا اینکه در نیمه راه به پستوی اتاق در اداره پرتاب شی و با 2-3 تایی همقفس باشی که مدام حسرت لفت و لیس این و اونو بخورن و تو پشت میز با یه چراغ نقشه کشی و خطکش محاسبه تو کار جمع و تفریق آجر و گچ و سیمان به اعداد و ارقام ور بری و خط بزنی و جابجا کنی و پاک کنی و باز بنویسی. اقلا باید سیبیل میذاشتی و میشوی رئیس علی تنگستانی و با انگلیسا میجنگیدی، یا میزدی به البرز، به سوادکوه و فیروزکوه با تفنگ و برنو از این قلعه به اون قلعه هم نفس ابرها و همدم عقابها میشدی و تیغ کوه زیر پات بود. نه اینکه با مشتی ادارجاتی تو باشگاه شرکت تخته بزنی و لوتو بازی کنی و جوجه کباب و عرق بخوری و کرشمه های شطوری اولیا مخدرات تازه به دوران رسیده رو دید بزنی و آخر شب هم مچالشی تو رخت خواب و زیر لحاف خودتو سربنیز کنی تا یادت بره که یه روز دیگه چجوری دود شد. برای همینه که آدم از مرگ تو کلافه میشه. چرا تو پسر یه افسر دست خالی از آب در اومدی؟ چرا اونقدر زود به تیر غیب گرفتار شد؟ خب چرا حرف نمیزنی لامصب؟ چرا جواب نمیدی؟ صدای من مرده یا زبون تو رو بستن؟ خواجه بیتی داره درباره ما: چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. فعلا مصرع اول مال منه، اما به زودی همین بیتو برای من دیگری خواهد گفت. اون وقت نصیحت من مصرع دوم خواهد بود. به نظر میاد که زندگی تکرار هر روزه یه جمله بی‌معناست و تلاش هر روزه که برای اون معنایی بتراشیم. اون وقتی که مرگ سر برسه هر معنایی غالب توهی میکنه، مثل شبنمی بخار میشه و باز ما لخت و عریون زیر نگاه بیرحم خودمون حیرت زده بر جا میمونیم. ای رفیق خراباتی مسجد و میخونه و گلستون اون همچنان پای البرز آرمیده و اومدن و رفتن فصلها رو در تنش میپرورد. یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس 100,000 سال از دل خاک چون سبز امیده بردمیدن بودی،
دوره لواسون از زرده‌بند به نارون و سینک و افجه یا گشت و گذار در پست و بلند دره لتیان. اما نارون یه چیز دیگه بود. یه چنار کهن چند صد ساله، زنده و برومند، سایه افکن و ماندگار که دیدنش مایه قوت قلب بود. از این گذشته قهوه خونه با صفای محمد سیبیل اونجا بود. پشت بنای قهوه خونه فقط 2 اتاق لخت دست هم بود که به یه باغچه نسبتاً بزرگ باز میشد. باغچه از قلمه‌های تبریزی و بوته‌های بلند وحشی پوشیده بود و یه جوی آب بی سر و صدا پاورچین از میونش میگذشت و به باغ پایین دست میرفت. از درخت نارون چتری و علف‌های خودروی 2 طرف جوی و شکفتگی بلوغ برگ‌های آبدار بوی تند و تراوت شهوت انگیزی تو هوا پراکنده میشد. 2 تخت و قالیچه خرسک و خود محمد سیبیل که خودمونی اونجا میپلکید باغچه رو باغچه میکرد. دارم به یادت میارم، هرچند شاید خودت بهتر از من یاد داشته باشی. اینا همه دل ما رو از خشکسالی و تشنگی بیابون نجات میداد. مثل آب زلال و گوارای اون رو آبیاری میکرد و اون وقت ما در چمنزار سبز روحمون طبیعت رو سیاحت میکردیم و از زیبایی اون در شگفتی با شکوهی غرق میشدیم. میدونی که من نمیتونم پشت سر هم بنویسم. نوشتن برای من یه جور عبادته. احتیاج به حضور قلب داره. و تازه بعد از اینکه یه روز تمام مثل گاو عصاری دور خودم گشتم، آخر سر نتیجه به قول تو یه مسقال روغن چراغ مغز، اونم ناخالص. باید صبر کنم، تماشا کنم و دوباره راه بیفتم. اگه یه نفس بنویسم از نفس میافتم. باید اول تو رو در نظر بیارم، باریک و کشیده، مثل سروی خشک و بی سایه. مرده ها سایه ندارن، برای همین به اونا نمیگن زیر سایتون هستیم، سایه عالی مستدام و از اینجور حرفا. هیچی از تعارف‌های سایه‌دار با مرده ها جور در نمیاد. سایه که جای خود داره، نگاهت هم نمیبینم، ولی مرگ تو رو میبینم که مثل نور تو چشمای من نشسته. طعم گس اون رو زیر زبونم میچشم. بوی رطوبت و سرداب میده و از زمانم کهنه تره. بعد شما 2 رو تو و مرگو مثل آفتاب و افق تماشا میکنم و تو رو در چاه مغرب میبینم. یاد تو اومده و مثل چنار نارون در من نشسته، اما تصویر تو فراره. باید بایستم تا خوب نگاش کنم. اینه که مجبورم کم کم و کورمال جلو برم. باید دوست و مرگ رو با هم ببینم و بسنجم و کشمکش اون 2 و پیروزی یکی رو بر دیگری در تن خودم حس کنم. مبارزه نابرابریه که در اون همیشه دست مرگ به عنوان برنده بلند میشه. عادلانه نیست. بله، عادلانه نیست. اما وای به حال کسی که مرض عدالت داشته باشه. دخترم هم گرفتار همین بیماریه. تیکه کلامش اینه، سپجوست. از همین بچگی نادرستی آزارش میده. نمیدونی چه کلافه میشه. این بیماری مثل خوره است، منتها به روح میفته و اونو از درون میجبه. درون دیگه چه سیغه‌ایه؟ روح که حرمسرا نیست تا اندرونی و بیرونی داشته باشه. باغ نیست که دورشو دیوار بکشن تا آفت فقط درون 4 دیوارشو بزنه. پرت افتادم. فکر پریشونه و نمیتونم حرفمو دنبال کنم. میخواستم بگم وقتی که بیمار شدی، بیمار عدالت، دیگه باید منتظر هر پیامدی باشی. مال تو اینجوری بود که مرگ قلبتو نشونه میگرفت و هر بار که از کمینگاه بیرون میجست سنگی به اون آینه شکسته میزد. به تو گفته بودم که یه سری هم به این طرفا بزن دیداری تازه کنیم. سنگ انداز هجران در کمین است و میترسم دیدار به قیامت بیفته. آخرش افتاد. در مورد علی مردان خانم همین نگرانیو دارم. بدتر از من و تو نمیتونه تکون بخوره. خیال هر جاییش به این طرفا پرواز میکنه، اما پاهاش تو گل و قیر و چسب ماسیده. 6 در گرفتاری های روزمره است. برام نوشته بود هر روز منتظرم احضار شم و گشایشی در کارم پیدا شه. عمر او در انتظار گشایشی میگذره تا شاید دستی از غیب گرهی از کار فرو بستش بگشاید. یه وقتی یه تقیخانی هر روز در کار گشودن گره از کار فروبسته خلق خدا بود و میگفت عبادت
به جز خدمت خلق نیست. تقی خان از پااندازهای بالا شهر بود. البته بعد از علی کاخی که مال محافل مخصوص اعیان و اشراف بود که دکتر وارد تهران بود که هنوز گندش در نیومده بود که دست فلک به اون نمیرسید. البته بعد از او تقی خان غروب و سر شب دم سفارت انگلیس روبروی منوچهری 1 ساعتی تو خیابون فردوسی میپلکید. دیرتر که میشد بعد روبروی ویلا توی شارضا پیداش میکردی. امیدوارم نه شهر یادت رفته باشه و نه تقی خان و نه اینکه هرگز وقت کار عرق نمیخورد. اما وقتی کار تموم میشد میرفت مشروب فروشی سر ویلا و دیگه محال بود اضافه کار بکنه. بیا بریم به دربا بعدمون باشه تریبا می بخوریم یه ذره بعد بلو بشیم تو ذره بیا بریم به دربا بعدمون باشه تریبا می بخوریم یه ذره بعد بلو بشیم تو ذره. هرچی اصرار میکردی میگفت چیزی ندارم، کسی نیست، ایشالله فردا. سالهای سال بود که تقی خان رو فراموش کرده بودم. ما سرد و گرم زندگی رو چندان با هم نچشیدیم. هر کدوم بیشتر به تنهایی در سرمای خودمون لرزیدیم. اما زشت و زیبای بسیاری با هم دیدیم. تقی خان یکی از کشفیات مشترکمون بود. هرگز اونو بی کروات دیده بودی؟ کت دوبل با دکمه بسته، شلوار اتو کشیده تیره، موهای بریانتین زده، براق و مرتب، صورت تراشیده، کفش واکسده و سیبیل قیتونی. میخواست دوگلاس فربنکس بشه، جاکش از آب در اومده بود. وقتی دست و پشت کمر حمایل میکرد و با طمأنینه قدم میزد، به سرداران فاتح تو میدون جنگ بیشتر شباهت داشت تا به پاانداز خوشخدمتی که منتظر باشه مشتریاشو راه بندازه و بره کالباس و عرقشو بخوره. چه جاکش باشکوهی! تو اسمشو گشته بودی آقای روانبخش. میگفتی با این شغل شریف روح به تن مرده میدنه. سور اسرافیله. بعد حالا اون طرفا منتظر سور اسرافیل خودش باشه، همون دور بر تو. نکنه بگردی تو عرق فروشی اونجا در حال خوردن کالباس روح پیداش کنی و با امید تره بار بری به سراغش. از تو خراباتی همه چیز برمیاد. تقی خانم که هر کهنه کار پاردم سابیده ای رو به عنوان تره بار تازه و جنس دست نخورده غالب میکنه و میگه آقای مهندس باور کنین به جون شما بچه سال تازه کاره. میدونی که وقتی بهش بگی تقی خان باز نوبرش آوردی، جواب میده البته که آوردم، مثل هلو تازه است، نوبرونه است آقای مهندس. تو این دنیا که به فکر آخرت نبودی، همش یا با امثال ما میگذروندی یا بالای ابرا و ته دریاها بودی. خلبانای انگلیسی و زیردریایی‌های آلمانی، پرل هاربر و شمال افریقا و نبرد توبروک و حسرت تاخت و تازهای دیگران. اقلا اونجا به فکر آخرتت باش که روزگارت مثل اینجا نفله نشه. آخه چطور با یه جنتلمن به قول خودت باهوش آریایی کاری کردن که با یه گاو وحشی هم نباید کرد؟ هرچند که میکنن و با هم میکنن.
هر کسی به محض تولد در همون میدون کذایی گاوبازیه. دیگران تماشاچیان، گوش تا گوش دور میدون نشستن و اونو تشویق میکنن بدوه و به هوا شاخ بزن. از خشم ضربه های سمشو به زمین بکوبه و به پیشواز مرگ بره. حیوان بیچاره تا آخر در راه زندگی به پیش میرونن تا وقتی که به ته کار برسه. وجود اونا شرایط بازی رو معین میکنه. تقصیر اونا نیست. چاره‌ای ندارن. هر تماشاچی به عنوان یه موجود زنده خودش هم تو میدونه و بازیچه گاوباز خودشه و دیگران هم اونو تماشا میکنه. هر کس هم اون ورزای گیج و زخمی تو میدونه و هم تماشاچی. و تماشاچی هم فقط شرایط بازی رو معین میکنن، نه سرنوشتو. سرنوشت بازی از پیش مقدر شده است. همیشه گاوباز خنجرشو فرو میکنه، مرگم همیشه اونجاست. به محض اینکه افتاد تو میدون پیروزی اون گفتگو نداره. این بار دشنه او در گرده تو فرو رفت و به زانو در اومدی. حرفهای سوزناک رو خوش ندارم. از گاوباز دلخورم. مرگ رو باید به مستی دست به سر کرد، مثل اون روز غروب که از گورستان زرگنده برگشتیم. شما چند تا نوجوای اراذل عرق خواستین. گفتم نمیشه. همه عزادارن. تو گفتی ما هم به سبک خودمون هستیم. گفتم آخه چه جوری؟ گفتی تو ایوون میشینیم یواشکی میخوریم و نمیذاریم گندش در بیاد. سر شب بود. خرداد ماه. ایوون آبپاشی کرده بود. شما ها مست کردین و آهسته و با احتیاط پرت و پلا میگفتین. ولی نتونستیم مرگ و دست به سر کنیم. چون از زور پسی میخندیدیم. نمیخواستیم به روی خودتون بیارین که توی دلتون گریه میکنین. نتونسته بودین مرگ و خاک کنین. راستش حتی مردرم نتونسته بودین. فقط جسد رو به خاک سپردین. ولی مرگ و مرده هر دو با هم برگشته بودن به خونه و با ما و در ما میپلکیدن. سهراب گفته بود که مرگ گاهی ودکا می نوشد. من تازه داره دستگیرم میشه که اون شب مرگ با ما هم پیاله بود. نمیدیدمش ولی کنارمون همه جا نشسته بود. کار طاقت فرسای روزانه‌شو تموم کرده بود و داشت خستگی در میکرد. اگرچه او خستگی ناپذیره و کارش 24 ساعت است و تمومی نداره. امروز غروب تو خیابونا پرسه میزدم. تو و مرگم با من بودیم. بارون میومد. شما بارون فراوونی خوردین و سر تا پا خیس شدین. من هرچی کردم تو رو زیر چتر بیارم نتونستم. به چنگ نمی اومدی. چیزی مثل شبح و خاطره مواج و همه شکل بودی و زیر بارون پخش می شد. ولی بودی. فقط حس نمی شدی. حضورتو می دیدم. شونه به شونه من می اومدی. مرگم یکی دو قدم عقب‌تر پشت سر ما می اومد. مزاحم سمج و چاره ناپذیری که غنیمتش رو زیر نظر داشت. کمی زیر درخت‌ها راه رفتیم. بی جهت و بنا به عادت جلو ویترین یکی دوتا کتاب فروشی ایستادیم و نگاه کردیم بی اون که چیزی ببینیم. یه شاسی بلند 30 و چند ساله کنارمون رد شد. از همونا که جیگرتو کباب میکرد. یه پرده گوشت، پاهای توپر، کفل گرد مجلسی مثل دوتا تربچه نقلی. برگشتیم چشمی بچرونیم، حواسمون پرت شد و همدیگر رو گم کردیم. هرچی نگاه کردم دیگه تو نبودی. شاید دنبال یارو رفته بودی. فقط مرگ مونده بود که در پیاده رو روبرو دم پای مشتریهای کافه نشسته بود. اون طرف شیشه اونا قهوه میخوردن، روزنامه میخوندن و گپ میزدن. این طرف شیشه راهبی بودایی 4 زانو مجسمه وار روی زمین نشسته بود. ردای سفید بلندی به تن داشت،
دستها رو روی شکم حمایل کرده بود و در آتشی خودافروخته شعله میکشید، اما نمیسود. خواستم از اون بپرسم با رفیق ما چه کردی که دیدم جاش مردی لاغرندام و میونه بالا شبیه خودت، اما نه 4 زانو رو زمین بلکه روی صندلی بلند چرخداری نشسته، همون پیشونی بلند و موهای کمپشت که از فرق سر شروع میشد، چشمای تیز و عینک ذره بینی کشیده، صورت عصبی و لبهایی که به زحمت زبانی شرور و سرکش و مهار میکرد. مونتگومری و رومل داشتن دوستانه اما خیلی جدی شطرنج العلمین بازی میکردن و هرچه کشته میدادن مات نمیشدن. تو بازی رو تماشا میکردی اما دیگه اوقات در دست رومل تلخ نبود. پشت سر تا چشم کار میکرد هیچ نبود. زمین خالی و آسمان گم شده بود. فقط اسب سیاه صبوری اون وسط منتظر ایستاده بود تا سوارشو به جاهای دور ببره. من گفتم هوشنگ تو برگشتی؟ جوابی ندادی. بودا از گرد راه رسید، مثل تقی خان با طمأنینه راه میرفت. از نیروانا برمیگشت، لبخند همیشگی رو نداشت. بودای بی لبخند بود، خسته و دماغ به نظر میومد. به من که رسید سراغ تو رو گرفتم. گفت خبر ندارم. گفتم مگه در نیروانا نبود؟ گفت شاید تو راه باشه، هنوز نرسیده بود. بعد مثل این که ناگهان یادش اومده باشه پرسید چرا فکر میکنی که رفیق تو باید در نیروانا باشه؟ گفتم چرا نباشه؟ گفت مگه؟ حرفشو تموم نکرد، داشت خندم میگرفت. گفتم برای اینکه مثل ما فسقشو پنهان نمیکنه. فکری کرد و گفت بله، حالا دیگه محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. گفتم منظورتون شیخه که محتسب شده؟ گفت مفتی و شیخ و محتسب همه تزویر میکنن. گفتم پس شما هم مثل خیام فکر میکنین هیچ کدام چنان که مینمایان نیستن؟ گفت مگه نمیدونی که یکی از بزرگان فرموده فاسق بی آزار به از زاهد مردم آزار؟ گفتم میدونم. تو شیراز جنده با معرفتی بود که اسمش نرگس بود. یه وقت حمید آقا خواسته و بهش پول بده، به قدری بهش برخورده بود که صداش در نمی اومد تا حمیدو بکنه توی هرچه نبدترش. آخر حمید آقا رفیق شخصی نرگس بود. تو خیابون وصال زندگی میکرد و یکی از قضات محترم دادگستری بود. نرگس غروبای چهارشنبه در همسایه رو میپایید و میسرید تو خونه حمید آقا و تا پیش از ظهر پنجشنبه میموند. شبای پنجشنبه کار نمیکرد، نجیب میشد. میگفت اومدم یه آب خنک بخورم. هیچ وقت به حمید نمیگفت حمید، یا میگفت حمید آقا یا آقای تنها. به لهجه شیرازی کشیده و با کرشمه میگفت آقو. خودشو ناموس اون میدونست و اونو آقای خودش. برای همین من که رفیق حمید بودم نمیباید اونو به چشم بد نگاه کنم و نمیکردم. بعد به اون میگفتم نرگس خانوم و میگفتم. من با حمید همخونه و با نرگس ندار بودم. اون از کارش، از روزگار و مردم برای من درد و دل میکرد و گاه از رفتار حمید گریهش میگرد. بیاما که غمهای مرا متچار باشید. میگفت حمید آقو خاطرخواهی سرش نمیشه. حمید آقو خانوم بازه. حمید آقو بی معرفته. بیاما که تو تنین شادی خنده کنی. تو در شب من قاصد نوری. برای خاطر یکی از همین جنم‌های با معرفت بود که مصطفی زاغی رحیم درویش رو کشت. بر سر زنی قتلی واقع شد. اسم زن پروانه بود، مثل پنجه آفتاب و ماه شب 14 بود. چشم آهو، لب لعل، قد سرو. پروانه روح روان بود. راه که میرفت دل زاغی میلرزید. به پروانه میگفت پروانه یار من یه باغه که وسطش هم یه باغه. پروانه هم چیزی نمیگفت. بعد زاغی میگفت
باغت آباد شه. پروانه میگفت تو آبادش میکنی؟ زاغی میگفت پروانه دلم برای باغت پر میزنه. و پروانه به زاغی میگفت زاغی قربون قد و بالات برم، تو شمع منی، دورت بگردم، الهی پاسوزت شم. آخرم پروانه پاسوز زاغی شد. چون که عاشق قاتل رو به اعدام محکوم کردن، زن دنبال کارش رو گرفت. دار و ندارش رو سر این کار گذاشت تا اعدام به ابد و ابد به 10 سال و تبعید به بندرعباس تخفیف پیدا کرد و بالاخره با یه عفو یارش رو آزاد کرد و روی هم رفته نذاشت بیشتر از 5-6 سال زندانی بکشه. اما به چه قیمتی؟ زن ثروتمند با نفوذ و عاشق کش بود، از هیچ چیز فروگذار نکرد. با چه پشتکاری میون تهران و بندرعباس میدوید. روی اون جاده های خاکی بی انتها، اتوبوس های قراضه با صندلی های تنگ چوبی و دست اندازهای پشت سر هم که دل و روده آدم رو به هم میریخت. چه تابستونهایی داشت بندرعباس. آب آشامیدنی نداشت، در عوض پیوک داشت. گرم بود و بدتر از گرما شرجی بیداد میکرد و هیچ وسیله‌ای، جایی، مسافرخونه‌ای برای غریبه ها نبود. جای لاتا و چاقوکش‌های تبعیدی بود و یه مش بینوای بومی بخت برگشته که از این هدیه‌های دولت و قانون برخوردار می‌شدن. پروانه میرفت و 3 ماه و 4 ماه پیش مصطفی زاغی میموند. یار زاغی زن با معرفتی بود. تو هم جهنم با معرفتی هستی. از همین تو جنتلمن لات خوشم میاد. حیف که مرگ همه چیزو خراب کرد. اون پشت و پسله ها کمین میکنه، ناگهان پیداش میشه و با یه لگد هر بنایی رو هوار میکنه. بی خود میگن او هرگز نمیمیرد، او در دلهای ما زنده است. سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز. زندگی کردن در دل دیگران به علت نکونامی خیلی فرق داره با وقتی که روی پاهای خودت ایستادی و داره در سینه خودت در جای خودش گرم کاره و داره میتپه. من مرگ مجسم رو، مرگ رو در صورت پیرزنی سرد و گرم چشیده و سختی ها کشیده دیدم و میدونم چه جور آدم ها عوض میکنه. صورت در آرامشی مطلق بود، نه آرامش خواب یا فراغت و بیخیالی و جز اینها، در آرامشی که به هیچ چیز شباهت نداشت به جز خودش. سایه لبخند خفیف و پنهانی روی لبها بود که نشون از حالتی میداد اون سوی نیکوبت، غم و شادی یا دلواپسی و حتی آسودگی. نمیتونستم چشم از این صورت بردارم. با حرص غریبی که برای خودم ناشناخته بود نگاه میکردم تا تصویر شگفت اون رو در کنه ضمیرم نگه دارم، هرچند که چشم توشه بر نمیداره. چند روز بعد رفتم سینما به دیدن نی سحرآمیز موزارت به کارگردانی اینگمار برگمن. تقریبا 1 ساعتی شنیدم و دیدم و با وجود اون موسیقی و اون صحنه‌های رنگین چشم نواز خوابم گرفت. 10 دقیقه سنگین مثل اسب خوابیدم، با این تفاوت که اسب در سکوت طویله و ایستاده و من با ساز و آواز و نشسته در سینما. بعد همچنان که اپرا رو دنبال می‌کردم بی اختیار به یاد صورت در تابوت افتادم. موسیقی و تصویر و فکرهای پراکنده همه با هم درآمیخته بود، بی اون که یکدیگر رو در هم بریزن و بیاشوبن. حالت صورت رو که تو نظر می آوردم، رهایی از دلبستگی، از ترس و دلواپسی تو اون دیده می شد. پیرزن اگه قرآن نمی خون، تو کار جمع و جور کردن تسبیح و جانمازش بود و 2-3 علنگو و چند دست لباس و زادالمعادی که داشت، یا عروسک های نبیرش رو تر و خشک و اسباب بازیاشو مرتب میکرد. خب اینجا مشخصه که داره خاطره دفن داغاجی جان رو تعریف میکنه و تصویری که چند وقت پیش موقع مرگ داغاجی جان و تدفینش خوندیم و همتون احتمالاً به یاد دارینش. یا سرگرم موقع خروس حیات بود، با اونا حرف میزد،
آب و دونه‌شون رو میداد و قفسشون رو میشست، یا به آشپزخونه ور میرفت و به چای و استکان دسته‌دار مخصوص و نلبکی جداگونه و مواردی از این دست. اما در مرگ صورت رو پوسته نازکی از انبساط و بی‌اعتنایی پوشونده بود. پیدا بود که از این عالم اشیا گذشته، نوعی بیرنگی، آزادی از رنگ تعلق و پروازی بی انتها در نهایت سکون. از ترس هم آزاد شده بود. همه عمر دلواپس شب اول قبر و تاریکی و تنهایی، سوال و جواب و عذاب آخرت بود. از عقوبت گناه نکرده می ترسید و با نماز و روزه، زیارت شبهای جمعه و قرآن خونی همیشگی، با تسلیم و رضا و توکل سعی می کرد طلسم ترس رو باطل کنه. اما حالا که مرگ اومده بود، فراغتی بهجت انگیز، گسترده و سعادت بخش، آسودگی از ترس صورت رو باز و سبک کرده بود. علی مردان هم از مرگ کم و بیش چنین تصویری داره. میگه شکارچی سنگدل یا مزاحم سمجی که دست از تعقیب بر نداره نیست، بنبست هم نیست، برعکس گشایشه. زندگی راهیه که به مرگ گشوده میشه. مسافران در آن منزل آخر فرود میآیند، دست و روی به آب میزنند و نفسی تازه میکنند. نمیدونم، امیدوارم که حق با اون باشه. نظر تو چیه؟ راست میگه یا از دور دستی بر آتش داره؟ تو هیچ آروم گرفتی؟ تو زندگی که اسفند رو آتیش بودی. مرگ آدم رو از خودش هم جدا میکنه تا چه رسه به دیگران. پیرزن به یک چشم به هم زدن 1000 سال از ترس‌های معصومش جدا شد. دخترم یه روز میگفت هیچ کس نمیتونه منو از پدرم جدا کنه. از دلبستگی عمیق او به خودم خوشم اومد. لبخند زدم، ولی فکر کردم که مرگ میتونه. چیزی نگفتم. ما تو میدون سنت سالپس روی نیمکتی نشسته بودیم. روبرو تابوتی رو پس از انجام مراسم از کلیسا بیرون می آوردن و تو نشکش می ذاشتن. ناقوس مرگ رو رسما اعلام و از نظر مذهب تایید می کرد. گروه مشایعان آراسته و نونوار روی پله های جلوی کلیسا بی تفاوت و منتظر با هم گپ می زدن. مرگ به هیئت مردی 50-60 ساله دورترک کنار در کلیسا ایستاده بود. میونه بالا، پهن و ورزیده. کلاه لبه‌دار بزرگی به سر داشت با چهره رنگ پریده و پوزه کشیده گرسنه. نظر قربانی درشتی به شکل سپر به گردن آویخته بود که پهنای سینه‌اش رو میپوشون. خیلی محتاطه از ترس قضا بلا. میگن هر روز صبح از خونه بیرون نرفته 7 قل هوالله میخونه و به خودش فوت میکنه. چکمه به پا داشت با مهمیزهای گرد پره‌دار. تسبیح میانداخت و زیر لب ورد میخوند و با چشمهای بینگاه اطراف رو میکاوید. گویی دنبال گم شده‌ای میگشت. عبوس و کدر بود و کمی خسته و دل زده. همیشه همون کار یک نواخت و بی‌تنوع روزمره. هر کی باشه حوصله‌اش سر میره، مثل اینکه حواسش جای دیگریه یا پیش کس دیگه‌ایه. با قدم‌های آروم اومد که میون من و دخترم بیسته و دست منو بگیره و دستبردی بزنه. دستمو پس کشیدم و پیش خودم فکر کردم موی از خرس غنیمته. دخترم گفت پدر به چی فکر میکنی؟ گفتم به این که هیچ کس نمیتونه. راست میگی. ولی مرگ تو رو دارم کم کم میبینم که دستتو گرفته و برده. مثل اینکه هرگز نه تو بوده ای، نه بهاری و نه افجه ای. پس دیگه نمیشه از جاده افجه بالا رفت و رسید به کاسه بنبستی که میونه چند قله کوه در گودال آسمون افتاده و چند خونوار از همه جا بریده رو دید که با مختصری کشت و سردرختی های سردسیری و خاکی که از فرط نشست و برخاست با ابرها سبک و هواییه میون زمین و آسمون خفت افتادن. راستش حالا دیگه نمیدونم چی کار کنم. خیلی از افجه دور افتادم. خیال میکنم چند سال کوه ندیدم. اگه بگم باور نمیکنی. از اوج و سنگ و صلابت برکنده شدم. هرچی تو اسیر خاکی، من پا در هوا هستم.
می‌بینی چقدر از هم دور افتادیم؟ از قاف تا قاف 7 اقلیم بی انتها میونه ما حائل شده. ولی زمان کار خودشو میکنه و در آنی با 7000 سالگان سر به سری. فعلا دم غنیمته و گفتگوی با مردگان خودش عالمی داره. تو گورستان تایه قطعه مسلمونا دختر عرب 20 ساله‌ای، دختری که یه وقتی عرب و 20 ساله بود، خاکه. مادرش هر هفته میاد سر خاک، به قبر دستی میکشه، سنگو میشوره، به چند شاخه گلی که کاشته ور میره و آبشون میده. روی سنگ برای پرنده ها دونه میرزه. به قبرهای همجوارم میرسه. دوست نداره همسایه‌های دخترش رو شلخته و بیسامون ببینه. بعد نگاهی به اطراف میکنه و با دخترش حرف میزنه. با ملک درد دل میکنه. گاه عصبانی میشه و دعواش میکنه و کمی بعد پشیمون میشه و آروم میگیره. دخترک رو نوازش میکنه. ملک جواب نمیده. مادر میرنجه. گریهش میگیره. از دختر گله میکنه که چرا رفت و اونو به این روز انداخت. مادر ملک عربی من در آوردی عجیبی حرف میزنه. نه از محرمات و مبتلات میگه، نه از حیض و نفاس و قتل و قصاص و طلاق خلع و مبارات و غیره و غیره. برعکس از خوردنیایی که دخترش دوست داشت میگه، از جاهایی که با هم میرفتن و چیزایی که با هم میدیدن نقل و حکایت میکنه. قربون صدقه میره و باز از بی‌اعتنایی دخترش دیوونه میشه و از زور پسی کفر میگه. بعد از خوف به درگاه خدا توبه میکنه و میره. با دخترش خداحافظی نمیکنه. خداحافظی نکرده میره، چون که هر جا بره باز همونجاست. مثل همون سنگ که رو دخترش افتاده ثابته و پای دلش تو خاک فرو رفته. راستش منم خیال خداحافظی ندارم. دلم میخواد با تو جنتلمن ملامتی گپ بزنم. نمیدونم از کجا و از چی. همینطور الکی، مثل پرنده های افچه، وقتی که با بهار حرفهای بی جواب میزدن و زبون به دهن نمی گرفتن و مدام از شاخه‌ای به شاخه‌ای می پریدن. تو هم از جهتی بی‌شباهت به اونا نبودی، یا مال نسلی بودی که حرفهای بی جواب داشت، انتظار جوابم نداشت، برای خنک شدن دل خودش ور می زد. صداشو تو بیابون سر داده بود، هرچی می گفت به دیوار می خورد و پخش می شد و می ریخت. حرفش باد هوا بود. نسل سیاست بازان بی سیاست و بلند پروازان بی بال و پری که در قفس خیالات خود جولون می دادن. نسلی که مثل فرشته عدالت با شمشیر دروغی، بالهای گچی و چشمهای بسته در آسمان ظلم می پرید و در هر بالی که می زد سرنگون می شد. ای عزیز ناکام، ما با چشمهای کور می پریدیم. می خواستیم پرستو باشیم، شب کور از آب در اومدیم. وقتی نبینی و خیال کنی که می بینی، سرنوشتی بهتر از این نداری. روزگار 7 خط غریبیه. یه آن غفلت کنی کلک و خوردی و دست و باختی. تو بازنده خوبی بودی. سرنوشت خودتو بدون سوز و بریزهای سوزناک و ننه من غریبم میپذیرفتی و بی خیال به ریشش میخندیدی و در حالی که دشنش در پشتت بود دستتو از کمر بر نمیداشتی و به رو خودت نمی‌آوردی. انگار نه انگار. راستی سر به هوا و خوشخوشک تو چه باطلاقی فرو رفتیم اونجا که عرب نه انداخت. تو هیچ وقت به عربا ارادتی نداشتی و از حضرات آیات معرب و مستعرب جوش می آوردی، مخصوصا با اون پوزی که شوخی و جدی به هوش آریایی خودت میدادی. امیدوارم که مرده ها رو به نژاد پرستی و ضد سامی و ضد خلق و از این چیزا محکوم نکنن. این وصله ها به پیشاهنگای بچه سال رضا شاهی نمی چسبه که خیال می کردن حالا که از افق سر زد خورشید و بخت پهلوی 17 شهر قفقاز رو پس می گیرن و شیر پیر بریتانیا رو به صورت شیر ناصرالدین شاه در میارن. اما در گرماگرم این رویای خام بچه های خوشخیال، کابوس شهریور 20 ناگهان سر رسید و در و پیکر مملکت از هم پاشید.
بعدم سربازهای از همه رنگ تهران جنگ ندیده اما جنگ زده، سربازهای مست و پرهیاهوی امریکایی توی درشکه‌ها، پرسه زنان در خیابون‌های شمال شهر یا ولو تو بغل جنده‌های بارها و سربازهای چرب هندی که مثل خودمون هم آلت فعل دیگران بودن و هم گرفتار فعل آلت خود و در خونه‌های شهر نو در طلب گوهر مراد. و انگلیسی‌های پشت پرده و معصوم با دست‌های شسته در دستکش‌های سفید و هر 5 انگشت در پنجه بوکس اما پنهان در پشت سر، و دست آخر رفقا که برای اومدنی بی برگشت جا خوش کرده بودند و همراه با همه اینها هوای تازه برای ریاهای بیمار و بی تحمل ما و هرج و مرج ناگزیر پس از اون و نومیدی و باز امید تازه برکندن ریشه دیگران و پیروزی بر سرنوشت خودمون و باز لگدی دیگر رو گشتن در بر همون پاشنه و سالها تحقیر و خون دل و دست آخر تا خرخره تو این باطلاق آخری مملو از نعش‌های متلاشی 1000 ساله و چرخ و واچرخ لاشخورهای ما قبل تاریخی بالای سر. میبینید چه خوب سرنوشت حماسی تو رو تو این چند کلمه خلاصه کردم؟ میدونم که میگی سر ما رو دور دیدی. حیف که نیستم. البته اگه بودی هم من جرأت زخم زبون اونم به جنتلمن بیچاک دهنی مثل تو رو نداشتم و خفه خون میگرفتم. ولی شاید باز افجهی میرفتیم. سر راه سری به محمد سیبیل میزدیم و تو کوچه باغ‌های بالای سینک بهار رو که از آواز پرنده‌هاش لبریز میشد تماشا میکردیم. حالا صبحه. آسمان آبی فیروزه‌ایه. تو هوای خنک، بلوری و اطرفشان پرنده‌ها گرم کارند و یک سینه صدا رو مثل یه مش مروارید که از توی دستمال ابریشمی رنگینی بیرون بریزه رها میکنن. به هوا نوک میزنن و در اون میدمند و باز اون رو فرو میدند و تو گلو میگردونند و صدا بازیگوش روی شاخه ها میجهه و از روی برگ ها میگریزه و ناپدید میشه. یه توده صداهای جور و جور یکسان و متفاوت مثل کلاف سردرگم توی هم میدوند، بی آرام و بی خستگی. گرد و گردنده تو فضا سرگردونن و زمزمه های شاد و شتاب زده و پران مثل منشورهایی که در نوری متغیر دور خود بگردند و رنگ عوض کنن مرتب شکل میگیرند و محو نشده باز همونن که بودن. صدا نورانی، غلطان و در هم دونده مثل باد وزان هست و نیست. وقتی که میدوه هست و اگه بمونه نیست، ولی نمیمونه. مثل آبی که با مش بیاشوبی پنجه بزنی و تو هوا بپاشی کودکانه و بهارانه پخش میشه و از دست میره. زیرا به ناپایداری سپیده از شب گریخته است. زیرا از زمستون جون به در برده. صدای زمستون اینجوری نیست. وقتی نور یخ زده باشه و نیش سوزی که میوزه استخوان رو بگزه و روزها بگذره و جنبنده نباشه، در تاریک روشن بیابون سرما زوزه هایی سر میده که مثل کارت فضا رو میشکافه و سنگ یخ میزنه و خاک میشه و خاک خودش رو زیر برف پنهان میکنه و برف آهسته و با حوصله مینشینه و فضا از سکوت لبریز میشه. صدای زمستون خاموشه. میشه با حد قصه های فرو خورده و یأسی که بعد از دلخوشی های بیهوده سر میرسه نیست. درست برعکس چهچهه پرنده ها که مثل صبح درخت سبز و شفافه. به شکوفه گوجه یا گیلاس میمونه. نودمیده، صورتی و سفید که ناگهان تو هوا پخش میشه. سفیدتر از برف زمستون تو کوه. در زمستون کوه میخوابه. کم نبود روزهایی که ما روی پوست این خفته عظیم بی‌اعتنا راه میرفتیم و آسمون دم دستمون بود. حالا تو هم به سنگینی کوه خوابیدی. در خواب و خاموشی با کوه و زمستون و در عدم با تمامی هستی یکی شدی. تقلای من بی ثمره. این خواب عمیق رو نمیشه آشفت. تو به ندای من جوابی نمیدی.
کوه نیستی که اگه اسم تو رو فریاد کنم دست کم صدای خودم رو باز بشنوم. تو مرگ کوهی. صدا رو نمیگیری و انعکاس اون رو هم باز نمیگردونی. یعنی که از این دو راه منزل گذشتیم و دیگه نمیتونیم به هم برسیم. از هم بریده شدیم. من از کوه و دوستان کوهیم جا موندم. آدمیزاد یه بار به دنیا میاد، اما در هر جدایی یه بار تازه میمیره. مرگ دردی که درمونشو با خود داره، چون وقتی برسه دیگه دردی نمونه تا درمونی بخواد. اما جدایی دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد. پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن؟ این پادپخش به خوانش و خواستاری من محمد حسین بنکدار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه در میان آماده میشه و 1 هفته در میون منتشر. کار دیگه گروه ما پادکست زنانه که نخستین نمره اون از آذر ماه منتشر شده و نمره بعدیش هفته آتی منتشر خواهد شد. شما میتونین روی همه پادگیرها عبارت زنان رو جستجو کنین و هر جا که به شکل و شمایلی شبیه روزها در راه برخوردین که روش نوشته زنان، اونو دنبال کنین. پادکست زنان درباره زنان نیست، بلکه با اونهاست و بناست بازتاب صدای زنان و مردان جامعه ایرانی باشه که همگی هر بار حول یک محور حرف میزنن و از نگاه خودشون راجع به اون مسئله‌ای که زندگی زنان ما رو تحت تاثیر قرار داده بررسی و واکاوی میکنن. زنها نیمی از جهانن و مسئله زنها مسئله همه جهانه. زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه، نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای، نه عاطفی، نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی. چشم دارم تا شماره بعدی کار جدیدمون منتشر شده باشه و من خبرش رو اینجا به آگاهی شما همراهان روزها در راه خواهم رسوند. اگه از میون شنونده های ما کسی هست که تمایل به همکاری یا حمایت کاری و مالی از ما داره، بهتره به اکانت اینستاگرام یا توییتر ما پیام بده تا بتونیم همو پیدا کنیم و این مجموعه رو با همدلی بیشتر پیش ببریم. این نمره رو قصد دارم با بخشی از بخارای من ایلمن مرحوم بهمن بیگی تموم کنم. بهمن بیگی میگه من تاریخ و علم نمیدونم. غرضم جسارت به ساحت محترم تاریخ نیست. تاریخ رو بالاتر از علم میدونم. درس تاریخ به کودک عدالت میآموزه. از ظلم پرهیز میده. از زبونی و فلاکت و فساد بازش میداره. تاریخ درس تولد و مرگ خونخواران نیست. تاریخ بیان احوال چابلوسان نیست. اگه درس تاریخ رو سرسری میگیرند و کارش رو به هوشمندان نمیسپرن، گناه تاریخ نیست.